زوده تاجیکستان مکمل سنگینوف که باعث طبیب قلب در بیمارستان رقم 1 شهر نیژنی تگیل ولایت سوردلوفسک روسیه کار میکند. تا 1.5 ساعت کار منظم قلب یک زن مسافر در الکتریچکا یا قطاره روی آهن کچکنر اکاترینبورگ اسوش رفته رو نگاه داشته عملا این زن را از مرگ نجات داد. درباره کارنمایی این طبیب زوده تاجیکستان دپارتمنت سیاست اطلاعاتی حکومت ولایت سوردلوفسک خبر داد احوال یک زن از مسافر قطاری که از نیژنی تگیل به پایتخت منطقه اورال می رفت بد شد. او از اوش رفته است و فشارش تا به حد خطرناک پایین رفته است. اطرافیان را به کمک دعوت کردند و خوشبختانه مکمل سنگینوف که نیز در همون قطاره سفر داشت زود به کمک این زن شتافته است. خبر دادند در حکومت ولایت سوردلوفسک. مکمل سنگینوف پیش از همه فشار خون زن از اوش رفته را سنجیده معاین کرده است که فشار خون او تا به حد 50/30 پایین رفته است. به بالای این میمانداران و یا پروادنیک‌های قطار با خود تنها بینت و ژگو داشتند و خلاص. به این سبب مکمل سنگینوف از مسافران و دیگر خواهش کرده است که اگر کسی با خود شکلات تلخ و قهوه داشته باشد بیارد. با همین چند چیز در زیر دستش داشته یعنی تنومتر برای سنجیدن فشار خون و قهوه و شکلات، مکمل سنگینوف در دوام 1.5 ساعت تا رسیدن قطار به وокزال اکاترینبورگ کار قلب زن مدعوش را حفظ کرده است و در وокزال او را به دست طبیبان از یاری تاجری سپرده است. حالا احوال این زن بهتر شده است و او را برای تکمیل طبابتش به بیمارستان ولایتی رقم 1 به نزد طبیب قلب و نبض فرستادند. خود طبیب تاجیک این کار را کرد کارنمایی نمیشمارد و حتی به همکارانش در این باره خبر نداده است. از این رو وقتی که از الکساندر پاولوفسکی سرطبیب بیمارستان رقم 1 شهر نیژنی تگیل درباره کارنمایی زیر دستش پرسیدند او اعتراف کرد که در این باره خبر ندارد، ولی از آن که در بیمارستان آنها طبیب چون مکمل سنگینوف کار میکند اظهار افتخار و نیز عرض سپاس کرد. مکمل سنگینوف باشد در پاسخ به این همه اظهار سپاس تنها تبسم کرده است و بس. مکمل سنگینوف از پنجکند تاجیکستان بوده دانشگاه طبی را در دوشنبه ختم کرده است. او چند مدت در بیمارستان یکم سویتسکی و یک شفاخانه خصوصی در شهر دوشنبه کار کرده سال 2021 به نیژنی تگیل کوچید و اینک یک سال باز در بیمارستان شهری رقم 1 باعث دکتر قلب کار میکند.